مهلت تحقیق حمله به تالار کنسرتی کراکر سیتی هال و بازداشت گمانبران را تا 22 دکبر دراز کردند. ریان نووسی با تکیه به منبع‌هایش در ساختارهای تفتیشاتی نوشت که مفتشان امید دارند تفتیش این پرونده تا همان زمان به انجام می‌رسد. خبرگزاری رسمی تاس با تکیه به موادی که در پرونده وارد شده است روز 3 اکتبر نوشت بجز این حمله تروریستی 3 گمانبر این قضیه را در آمادگی به حمله دیگری تروریستی هم گمانبر اعلام کردند. در سندها گفته شده است که گویا این گمانبران با استفاده از بمب خودساخت می‌خواستند ترکش دیگری را هم انجام بدهند. 3 گمانبر که معلوم نیست کیها میباشند در تهیه غیرقانونی مواد ترکنده با اشتراک گروه متشکل گمانبر میشوند. در جزئیات دیگر این پرونده گفته می شود که 5 گمانبر شرکت در حمله به کراکرس که از داغستان به مسکو برده شدند عضو شاخه خراسان گروه دولت اسلامی می باشند. از میان آنها به نوشته منبع شهرامجان گدایف، مستقیم صالح، امیدجان صالح، حسین حمیدوف، زبیدالله اسماعیلوف با تمدید مهلت بازداشتشان مخالفت نکردند. تنها وکیل دفاع اسماعیلوف گفته است که زیر حمایه او اتهام ضد خود را بی اساس می‌داند و دست داشتنش را در جنایت‌هایی که تفتیشات او را در آن گمانبر کرده است بی دلیل و ثابت نشده نامیده است. به نوشته رسانه‌های رسمی روسیه پرونده گمانبران حمله به کراکرس در مجموع از روی 6 ماده کدکس جنایی روسیه بررسی می شود، از جمله شرکت در سازمان ممنوع تروریستی، گردش غیرقانونی سلاح آتشفشان با شرکت گروه متشکل، آمادگی به عمل تروریستی، تهیه غیرقانونی مواد ترکنده با اشتراک گروه‌های متشکل، مساعدت به عمل تروریستی که در نتیجه حمله تروریستی صادر شده است، آموزش با هدف صادر کردن عمل تروریستی. حمله به تالار کنسرتی واقع در ولایت مسکو 22 مارس رخ داد و در نتیجه 144 نفر کشته و صدها تن مجروح شدند. با گمان صادر کردن این حمله مقامات قدرتی روسیه بیش از 20 نفر اساساً شهروندان تاجیکستان را بازداشت کردند، ولی امروز هم شبهه‌ها درباره دست داشتن همین افراد گمانبر در حمله تروریستی زیاد است. یک دلیل قوی که آن را حامیان حقوق پیوسته یاد می‌کنند این اقرار گمانبران تحت شکنجه سنگین میباشد که مطابق معیارهای قانون‌های بین‌المللی و همبشری به قبل آنها نمیتواند چون دلیل استفاده شود. شرایط نگهداری گمانبران در داخل بازداشتگاه معلوم نیست و والدان برخی از آنها به مطبوعات شکایت کردند که درباره دسترسی فرزندانشان به وکیل دفاع و حمایتگر حقوقی هیچ خبری ندارند و خود آنها هم نیم سال باز به این سو از امکان دیداربینی با آنها محروم میباشند.